سلام دوستان، روز بخیر. دوستان، روز 12 آذر توی تقویم ما به اسم روز جهانی معلولان گذاشته شده، ولی این روز رو همه به ما تبریک میگن. یعنی روز 12 آذر که میرسه کلی پیام مبارک باشه برای ما میاد، اما روز 12 آذر روزی نیست که برای جشن گرفتن باشه. روز 12 آذر روز جهانی معلولان روزیه که یه چیز خیلی مهمتری رو به ما بگه، اینکه دنیا هنوز برای خیلی قابل زندگی نیست. این روز واسه اینه که بگه هنوز کلی خیابون هست که ویلچر ازش رد نمیشه، هنوز کلی ساختمون هست که رمپ نداره، هنوز خیلی از نگاهایی هست که معلولیت رو ضعف میبینن نه تفاوت، هنوز کلی فرصت هست که به خاطر عدم آگاهی از بین میره. 12 آذر یعنی این که یکم بیایم فکر کنیم که ما تبریک نیاز نداریم، ما فرصت برابر میخوایم، راههای قابل دسترس، نگاه‌های درست، جامعه‌ای که توانایی‌های ما رو ببینه، نه اینکه بهمون ترحم کنه. این روز واسه اینه که بگه بیاین دنیا رو طوری بسازیم که همه بتونن حق واقعیشون رو از زندگی بگیرن.